عاشق شدی؟ داره جون. متین تی ام ایکس دیاکو رو ببخش. سلام بچه‌ها چطورید؟ دیاکو دیستروی هستم. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو جدید و امروز قراره که متین تی ام ایکس رو سوراخ کنیم. متین تی ام ایکس رو آوردم بچه‌ها. خیلی‌ها گفتین یه سوال جواب با متین تی ام ایکس برو دیاکو و یه آبروریزی بپا کن، یه حاشیه بپا کن، یه کاری بکن فقط. گفتیم اوکی. به متین زنگ زدم گفتم متین بیا میخوام برام همچین ویدیویی بگیرم، بعد بریم بگیریم با هم دیگه. گفت خب بریم بگیریم فقط سوالای سخت نپرس از من. گفتم که ببین هیچ سوال سخت همش آسونه الکی. سوالای ازش میخوام به این دفتر آوردم. سوالای میخوام ازش بپرسم که دیگه اصلا نگم براتون دیگه. یه سوالات بسیار سم آماده کردم ببینیم از متین بپرسیم ببینیم میتونه جواب بده یا نه با مجازات. مجازات باید باشه. مجازات نباشه به درد نمیخوره اصلا. به سرعت هم بچه‌ها میخوایم بریم و بیام یه ویدیو فوق العاده خفن و جذاب با هم دیگه ببینیم و لذتشو ببریم. بزن بریم. لتس گو. خب بچه‌ها بریم معرفی کنیم متین تی ام ایکس. چطوری داشتم؟ آقا متین داشتم. دیاکو چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ آقا امروز اومدیم عشق با منی، دوست دارم. گل قربونت بشم سوال جواب بازی کنیم. عجیبا غریبا. آجی متین سوال برات آوردم آسون. سوال آوردم آسون یعنی هیچی اوکی. راحت همشو جواب میدی بدون اینکه اتفاقی اصلا برات بیفته. راحت اینجوری که نه راحته، واقعا راحته، هیچی نداره. آره نه هیچی نداره، نگران نباش. اصلا نگران نباش، هیچی نیست، هیچ اتفاقی برات نمیفته. ولی اول بچه‌ها تو چنل دوم ویدیو گذاشتیم، حتما ببینید. بالا واسهتون میذارم. اگر هم سی پی میخواین این بالا شاپ سی پی مون میذارم داخل توضیحات ویدیو هم بچه‌ها. آیدی ادمین فروش سی پی مون هستش، مطمئن خرید کنید. همیشه هم گفتم عشقای من. بریم سوال اولو از آقا متین گلاب خودمون بپرسیم. آقا متین سوال اول آماده ای؟ ان شاءالله که خیره. جانم داشت. آره داشت. ان شاءالله که خیره. آره حله بریم. حاجی چند سانته؟ چی ببخشید چند سالته؟ چی؟ آها 19 سالم ازش. 19 متولد 19 خوبه. 19 خیلی بابا 84. چقدر عالی، چقدر عالیه. سن بسیار معقولی داری. خب عالیه، خیلی خوبه. آفرین، من دوست دارم. عالیه. بریم حالا. تو دنبال یه عدد دیگه بودی. من مطمئنم. نه بریم دنبال سوال بعدی. آقا سوال بعدی خیلی مهمه. بریم سوال بعدی رو با دیگه ببینیم. با کدوم یوتیوبرای بالای 20 کا در ارتباطی؟ بالای 20 کا در ارتباطم. بالای 20 کا با کدوم در ارتباطی؟ خب دوش با تو در ارتباطم، با علیزی در ارتباطم، با احمد در ارتباطم. دیگه بچه ها زیاد تو ذهنم نمیاد. فکر کنم همینا باشن. بچه خودمون. همین ما خودمون. بچه خودمونه. آره همشون بچه خودمونم. اوکی. آقا سوال بعدی. با کدوم یوتیوبر بالای 20 کا مشکل داری؟ مشکل راستش با کسی مشکل ندارم. یعنی این سعی کردم کلا No problem. نه من مثل من دیگه، منم حاشیه ندارم. حاشیه چی؟ به درد نمیخوره حاشیه. کسی که با حاشیه بره بالا به درد نمیخوره. آفرین. همین خوبه. دقیقاً. آفرین. دمت گرم. آفرین. سوال بعدی. از کدوم یوتیوبر بدت میاد؟ اوه متین راستی سب متین اول کار نگفتم مجازات داریم و مجازاته. یه دونه از این سوالا رو جواب ندی مجازات میشی. یه دونه از این سوالا رو جواب ندی بعد بدی چی؟ ببخشید آخر ویدیو بعد بیا بگید یوتیوب، بعد بیا بگی ویورای داشیاگو عشقن. اینجوری بعد بگی. اگه یه دونه از این سوالایی که بهت میگم جواب ندی بعد بگید ویورای داشیاگو عشقن بلند بعد داد بزنی. اینو اوکی کنی. گفتم. حالا بگو از کدوم یوتیوبر بعدت میاد؟ ببینم متین از کدوم یوتیوبر بعدش میاد. داش این سوالی که پرسیدی با سوال قبلی تقریبا یکی بود. با کدوم مشکل داره، کدوم بعدش میاد؟ کسی راستش بعد نه بالا اون بالای 20 کا بود. اون بالای 20 کا بود. پایین 20 کام شاید تو بعدت بیاد. حال نمیکنی با طرفی مثلا. آقا نه بعدت میاد که حال نمیکنه با طرف. بس شاید حال نمیکنه. قیافش میبینی حال نمیکنه. خب راستش یوتیوبر خوبی باشه ولی قیافش میبینی حال نمیکنه. نه تا حالا نشده که مثلا با قیافه کسی حال نکنم، ولی از مثلا کانتنت کسی یا از محتوای کسی بعدم بیاد
نه راستیت مثلا کی؟ یعنی آخه زیادم دنبال نمیکنن. از کانتنت کسی هم بدت نمیاد. نه یعنی بچه‌ها اوکی ان. نه. حالا بعضیا هستن یه جوریه ولی خب اوکیه باز می‌دونی. نه اتفاقا برای من یه جوری هم نیست. برای من اینجوریه، هر کی هر چی میخواد بذاره بگیره بذاره. از نظر من کلیک بیت میذاره بذاره، هر چی میخواد بذاره بذاره. کار ببین چنل یاروه، به من ربطی نداره. من چنل خودم داشته باشم، خب چنل یارو هر چی این دوست که داره طرف... بذاره، به منم ربطی نداره. خب به نظر من اینکه طرف خب. بیاد هر چی دلش میخواد بذاره، مثلا کلیک بیت طرف بذاره، خب گن میزنه به کال اف دیوتی. خب ویور نگاه نکنه. نه ویور نگاه نکنه. وقتی ویور نگاه نکنه خب دیگه نمیذاره کلیک بیتو. متاسفانه بعضی سنشون یا ویدیو سالم میذاره. درسته. خب دیگه آره خب دیگه همین مشکل دیگه. متاسفانه باید ببین آره باید فرهنگ سازی کنیم. وقتی فرهنگ سازی نکنیم راجع به این قضیه و محتوا سازی، همین مشکل پیش میاد که هم این میگه کلیک بیت، همه دعوام سر همینه تو کامیونیتی. این میگه اون کلیک بیت، اون میگه اون ویدیو اونجوری میذاره، اون میگه اون ویدیو اینجوری میذاره. فرهنگ سازی نشده. وقتی فرهنگ سازی بشه بین ویورا که آقا این محتوا اینجوریه، همه اوکی ان. آره اون که 100%. این تعداد کلیک بیت به نظرم بالا باشه. حالا مثلا طرف یه کانال دیگه داره، بعد آقا یه کانال دیگه جداگونه، آقا طرف ویور خودشو داره، کانتنتش هم درسته، میاد یه ویدیو درست میذاره، مثلا گان لژند رایگان که گان لژند واقعا رایگان باشه، خب مثلا به جایی برسه اون ویور باور نمیکنه، میگه آقا مثلا من این همه ویدیو دیدم گان لژند رایگان بوده، الکی بوده، اینو نگاه کنم الکی دیگه. خب پس آفرین دقیقاً شد. آقا شاید یه نفر مثلا خب واقعا داره میگه آقا رایگانه، واقعا شاید میاد، یه اخبار داره میگه که آقا واقعا این گانه میاد. حالا تو سیزن بعدش حالا یه سوال دیگه آفرین. یعنی یه سوال آره دیگه انفودیارش دیگه لژند بود دیگه، نه دیگه رایگان بود دیگه، اومد دیگه هم گرفت. خب این رایگان دیگه کلیک بیت نیست که اصلا نه بنویسی رایگان یعنی کلیک بیت داداش، از نظر ویور بنویسی رایگان یعنی کلیک بیت. متاسفانه نه حالا این کاری نداریم. آره این حالا کاری نداریم. آقا اینم از این ویدیو چی رفتی اصلا از بحث خارج شدیم کلا. هر چی جلوتر میری حس کنم سوال سمجن میشه. این الان خیلی این اصلا جواب نمیدی، مطمئنم جواب نمیدی اینو. این سوال اصلا جواب نمیدی. خب بپرس ببینم. امکان نداره جواب بدی. درآمد از یوتیوب چقدره؟ بیا بگو ببین اون 70 کایی که داری چقدر پول میگیری، بچه‌ها میخوام بدونم چقدر پول میگیری. بگو. آقا من ویدیو زیاد نمیذارم، یعنی چرا شورت ویدیو میذارم هر روز، ولی خب ویدیو بلند اصل کار درآمد خوبی داره. درآمد خوبی داره. نه ویدیو شورت الان شورت ویدیو درآمد خوبی داره. اونم خوبه راستیتش، خب بازیشون خوبه. آره ولی خب آره بگذره. میتونی بین بگی؟ نه میتونی بین بگی، مثلا بین این تا این عدد میتونی بگی؟ بین این تا این عدد مثلا بگی بین 10 تومن تا 20 تومن یا 20 تومن تا 30 تومن مثلا اینجوری. میتونی بگی؟ تو این چند ماه بالاتر از 40 تومن بوده. بالاتر 40 یعنی هر ماه بالاتر 40 تومن. خب این چند ماه یعنی این چند ماه کی بیشتر پیش رفت تو این چند ماه. پس شورت ویدیو باز تاثیر داره. بره سوال بعدی. این سوال خیلی سوال کلیشه‌ای و خیلی خوبیه. متین جان دوست دختر داری یا نه؟ بگم دارم. دروغ گفتم بگم ندارم. اگه بگم نه نداره دروغ. اصلا یه چیز عجیب غریبه. این سوال به سوال بعدی ربط داره. متین جون میخوای بپرسم؟ بپرسه. عاشق شدی؟ داره جون. لا خب نه توضیح بده. توضیح بدم؟ یعنی چی توضیح بدم؟ یعنی چی شد؟ توضیح بده. بچه میخوام بدونم چی شد که خلاصه همه چی از یه بازی شروع شد دیگه. آقا بقیه‌شو سانسور میکنه. آره کالاف یعنی منظورته؟ یعنی منظورت کالافه داخل کالاف؟ آره دیگه.
از آه کالاف دخترای کالاف به درد نمیخورن و حالا گفتم اکثرش همینطوری بودن متاسفانه. اکثرشو که نه، یعنی خدا وکیلی بعضی هستن که خب الان واقعاً یه اوکی، سوال، یعنی یه دختر سوال کالاف. بسیار آره نه شوخی میکنم بابا. آره ببین یه سوال بهش نگفتی تا حالا؟ جان. چرا بهش نگفتی؟ می‌دونی. گفتی؟ آره خب چی گفت؟ جواب چی بود؟ نه یا آره؟ نه یا آره یه چیز عجیب غریبیه، یعنی یه زمانی آره بوده یه یعنی چی زمانی عقل نبوده، غریبی؟ اصلا یه چیز اه. عجیبیه. فازش یعنی مشخص نیست، یعنی زد. فازش مشخص نیست. دقیقاً. حالا آقا من چرا دو دارم دله. می‌گم؟ آقا سوال ندی سوال ندی آقا صبر کن، آقا من امشب باید تو رو عروس کنم، چی ببخشید دامادت کنم. آقا یعنی بگم من امشب باید تو رو داماد کنم. آقا این دختر داره کیه سوال که بعدی. میاد با متین تی ام ایکس ما رو قبول نکنه؟ کیه؟ این دختر کیه؟ متین تی ام ایکس قبول نمی‌کنی؟ بیا اینجا ببینم کدومی؟ بیا رو کار. بیا ببینم کی متین تی ام ایکس پسر به این خوبی هم پول داره، هم خوش تیپه، هم خوشگله، هم مثل من قربون دوشه. دوش هنوز که منو ندید. همه چی اوکیه. حالا من که دیدم دیگه داش، حالا نگو دیگه سوتی نده. حالا کلا از اون همه چیش اوکیه، چرا متین رو نمیخوای؟ متین به این خوبی، متین اشکال نداره این نگیر من خودم میام میگیرم. ببخشید بعدا حالا دوباره راجع به صحبت می‌کنیم. سوال بعدی. بریم سوال بعدی. متین جان آره چرا فیس کم نمیذاری قربونت برم؟ همه منتظر فیس کم تو ان. چرا فیس کم نمیذاری؟ میدونم داش فیس کم راستشو بخوای من اوایل که میشه تقریبا نزدیک 3 سال پیش ویدیومو تازه شروع کرده بودم یوتیوبو، اینطوری بودش درسته. فکر کنم تازه یا گردونه میس لژندری اومده بودش، من اون موقع فیس کم میذاشتم ولی خیلی سخت، یعنی کلا برام سخت بود. خیلی هم اوکی بودم، فکر کنم 50 سابسکرایبر اولم کلا با فیس کم بودش، اما خب دیگه بعدش فیس کم نذاشتم اینا چون دردسر داشتش. خب اون ویدیوهات هنوز مخاطبم هستش راضی الان یا بودن. نه؟ نه حذفشون کردم. اون ویدیو هم تو چند حذفشون کردی دهنته. واسه کارشی نبینه. بعد خب اون سابسکرایبر قدیمی میگفتن که چرا فیس کم نمیذاری، بهشون میگفتم مثلا داخل کامنت ها درد سر داره اینا. آره اتاق اوکی کنم میذارم ان شاء الله. یعنی اتاق خیلی اوکی میشه ان شاء الله. یه تاریخ بگو ویور میخواد بدونه. تاریخ راستیتش من هر قولی میدم در مورد یوتیوب بگم تو سال پیش نگفتی زمستون؟ تو سال پیش هم گفتی زمستون میذارم. واسه همین میگم آخه زمستون هم نداشتی، زمستون بعدی اومد. میذارم حداقل همون دیگه. عید میذار، عید هم نشد، الان شد زمستون داره میاد، پای زمستون شد. الان زمستون میذاری؟ میخواستم بگیرم عوض شد. زمستون خدا بخواد آره، یعنی شاید یعنی زمستون اوکیه. بازم شاید باز عید میشه سال بعد عید و باز سال بعدشو متین میشه 300 کا تا هنوزم فیس کم نداشته. بچه‌ها رو اونقدر اذیت نمی‌کنم. حداقل یه عکسی بزنم دیگه اذیت بیشتر از اینه، بیشتر از این اذیت کنی یک سال بیشه پدرشون در آوردی. میگن چرا نمیذاری هی فیس کم بده چیکار کن پدرشون در اومد. دیگه اذیت بیشتر از این اشکال نداره. اوکی سال آخر رو من میپرسم. بریم سوال بعدی. چقدر دیاکو رو دوست داری؟ اوکی باریکلا. نه دیاکو که تاج سر. نه باریکلا. نه دوست دارم. دوست راستیتش من که بود اوکی هم دوست قربونت بشم. ویدیوت هم اوکیه. بعضی وقت می یوتیوب شورت ویدیو تو میبینم انرژی میگیرم. خوبه که داخل ویدیوت پر انرژی هستی، همینی که پر انرژی هستی من فدات بشم. انرژی میگیره. من فدات بشم عزیزی، من فدات بشم عزیزی. شما که تاج سرین، لطف دارین. البته ما که آقا متین اینجوری هم نبودی که الان بیام بگیم که متین رفته بالا و از این حرفا داریم مثلا ویدیو میسازی. من و متین خب متین که چقدر صاحب بودی؟ من فکر کنم 8 بودم. متین چقدر آره 8 بودم. منم همینا بودم. 8 بودم. آره دقیقاً. آره اومدم گفتم بیاین. اتحاد بود دیگه. هم از اینا اتحاد بود دیگه. گفتم بیاین بچه‌ها رو. خدا رو شکر همه رفتن بالا، همه با هم دیگه داریم. آره دیگه سال نه 2 سال پیش فکر کنم بود. یکی دو سال پیش بود دیگه. زود گذشت. نمیدونم 1-2 سال پیش بود. آره زود گذشت به خدا، خیلی زود گذشت. آره بالاخره همه بچه‌ها با هم دیگه رفتیم بالا رفیقا.
خیلی ردیف اومدیم بالا با هم دیگه اوج گرفتیم. ان بیشتر اوج بگیریم و همه 100 کایی 200 کایی 300 کایی 400 کایی بشن و ما خیلی کیف کنیم. این هم از این. متین جان تو سوال جواب ندادی نه؟ یه سوالو جواب ندادی. یه سوالو کامل متین جان جواب باید ندادم. الان آره. متین جان باید دیگه در خدمتتون هستم. بلند باید بگی متین جان، بلند. من از علی کشیدم بیرون، از تو هم باید بکشم بیرون. بگو. از علی هم پرسیدی؟ آره انا از علی کشیدم بیرون. خب. بیو برای داشتگاه عشقانو کشیدم بیرون. خب دیگه بفرم. بالاخره ویورای دیاکو تاج سرن، عشقن. بابا تمام ماشاءالله. به عشق ویور داشتگاه، به عشق ویور آقا متین، ماشاءالله ماشاءالله به هر دوتاتون و عشقای منی. متین جان خداحافظی اگه داری، من در خدمت هستم. قربونت برم من. بچه ویدیو دیاکو رو لایک کنید، براش کامنت بذارید، چون که واقعا داره زحمت میکشه. به نظر من به حمایت های شما نیاز داره و خلاصه همین دیگه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. دمت گرم. دمت گرم متین جون، دمت گرم. از طرف تو خدا نگهدارت باشه. فدای تو بشم. عشق منی، عشق منی. بچه دمتون گرم. خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب، یایتون در موبایل بزنید. عشق منی. فعلا ادیوس.